اومدیم با اولین ویدیوی ماینکرافتی کانال پایگاه بلوکی. لایک و ساب هم یادتون نره. اگر میخواین وارد انجمن پایگاه بلوکی بشین لطفا کانال رو ساب کنین. خب بریم سراغ اولین ویدیو که میخوام با بازی ماینکرافت این ویدیو رو انجام بدیم. خب ما میخوایم در این ویدیو یک زندگی معمولی رو انجام بدیم برای عنوان اولین ویدیو و از شما میخوام که پیشنهاداتتون رو داخل کامنت های این ویدیو بنویسید. خب میخوام حالت سوروایوال بازی کنیم. این ویدیو رو ویدیوی بلند میذارم چون اگه دیوکتو باشه وقتمون میره، اما چالش هایی که میذارم و بیشتر چالش ها رو داخل ویدیوی کوتاه قرار بذارم. خب سوروایوال بله بزنیم. خب انگاری شهرمونم اومد. احتمالا جای پر درختی قرار باشه. خب بریم بگردیم. چیز خاصی نداره، فقط بیرون درخت. حسابی هم اسکینم چه شکلی اسکینی خودم میخواستمه؟ نه نیست متاسفانه، اما خب در دفعه بعدی اسکین مخصوص خودم میخوام بذارم. حالا کیا موافقن که اسکینم عوض کنن که اون همین اسکین رو دوست دارن؟ داخل کامنت ها به من بگین. خب داریم میچرخی. واه چه خوب. اوه اوضاعش خیلی بده. داخل باید برم یه خورده زره و این چیزها بسازم بعدش برم داخل غار. البته میشه بدون زره رفت، اما باید سلاح داشته باشیم. خب یه خورده درخت بکنیم، خورده چوب نیاز داریم. بذارید برم داخل غار. ببینم چیه کنجکاوم. ما رفتیم. خب خوره کو فکر کنم اینجا بود، یادم رفت. این بود. آره فکر کنم همین بود. حالا هرچی بود ما رفتیم دیگه. اوه خب این غار نیست اصلا. انگاری که درست حسابی نیست. داشت کریپر ماست. بیشورو نشب کریپرهای یا حضرت عباس ها ولم کن داخل برکن. اوه کلن یک جون برام بیچاره شدم. من چی برم بالا، یه چیز دیگه پیدا کنم برم بالا. حالا شغلت کردیم و این پایین. حالا میست من نمیتونم بکنم، پس باید چیکار بکنم؟ یه خورده زیر آب عجب نوری داره، بیشتر از اینجا. یه خورده داریم میگردیم. بعد اینکه این چون اولین ویدیو ممکنه اشکالی داشته باش لطفا خب کریپره. وای الان میبینم. وای شما سافردم. اصلا نباستم به زیر آب بودم نباید. بیا بالا مردم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. لایک و ساب یادتون نره. خداحافظ.